اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه وخش بنای خوشطرح و زمانوی مرکز خدمترسانی بهار را مورد استفاده قرار دادند. مرکز خدمترسانی بهار در زمینه دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطن دوست محب الله حبیبوف در مدت کوتاه پررنگ نوسازی گردیده است. کارهای نوسازی در انشاءات با جلب بیناکاران محلی با استفاده از مصالح اعلی صفت عملی شده است. بینای مرکز خدمترسانی بهار از تاخانه و 2 آشیانه عبارت بوده مساحت زمین آن 301 را در بر میگیرد. در آشیانه یکم بنا جایگیرانی مرکز سودا و نقطه های خدمترسانی در نظر داشته شده. آشیانه دوم آن برای فروش لباس های مردانه و زنانه از جمله مکتبی و کودکانه پیش بینی گردیده است. در آشیانه دوم مرکز خدمترسانی همچنین پس از نوسازی گوشه مخصوص نمایش دائمی اثرهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که دیروز و امروز تاریخ و تمدن و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی وطن را در خود انعکاس میکنند تشکیل شده است. این گوشه در زمینه اقدام‌ها در راه جلب ساکنان به مطالعه کتاب و بیدار ساختن احساس خودشناسی و خودآگاهی ملی در ضمیر آنها تأسیس یافته است. کتاب نه تنها سرچشمه دانش بلکه واسطه مهمی تربیت معنوی انسان است، فرموده است اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت. چون کتاب اینقدر یار و مددگار باشد پس همگان را ضرور است که رو به این گنج مقدس بیارند، کتاب را دوست دارند و آن را بهر خود عزیز دانند، خصوصا نسل جوان را که آینده ساز ملتند و پیشبرد و ساختار نوی آن به ایشان سخت مربوط است. در این روحیه تربیت نمایند و مهر و محبت صمیمی را از خردی در قلب کوچک آنها جای نمایند. مرکز خدمترسانی بهار همچنین در قطار به فروش ماندن مال‌های نیازی مردم گوشه کتاب‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، کتاب‌های بدیعی، کتاب‌های کلاسیکان و معاصر را به نمایش دائمی گذاشته است که مزاجان در برابر خرید نمودن مال‌های نیازی مردم می‌توانند از این گوشه معرفتی ثمرناک استفاده نمایند و جهان معنوی خود را غنی گردانند. طور اطلاع داده شد در مرکز خدمترسانی بهار اکنون برای 50 نفر جای کار دائمی مهیا گردیده در نظر است که آینده برای دسترسی سریع ساکنان با محصولات خوشصفت و ارزان فروش محصولات خوراکواری نیز به راه مانده شود. سالهای پیشینه من در اینجا سالهای 74 تا 80 سال در همینجا ناحیه کار کردم. مرکز خدمترسانی حاضر از پیشتر خیلی خوبتر و بهتر است که سالهای ما کار کردیم. خیلی کارنامه‌تر حاضر خیلی زیبا شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پره با شرایط نو خدمترسانی در مرکز بهار در همین جا با 91 نفر یتیم کل از ناحیه‌های وخش، کوشانیان، پنج و جیهون که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم ماندن ملاقات و صحبت صمیمی انجام داده با آنها تحفه های مادی و پولی از جمله سر و لباس مکتبی و زمستانه و شیرینی ها تقدیم نمودند. تاکید گردید که امروز تنها در ناحیه وخش 1094 نفر یتیم از جمله 37 یتیم کل عمر به سر میبرد که زیر توجه و غمخواری های بی واسطه سرور یتیم پرور مملکت قرار دارند. یتیمان را در این روز حد و کنار نبود، زیر آنها در روزهای تجلیل از 29 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از دست پیشوای معظم خود به واسطه تحفه ها گرفتند و از نزدیک با پیشوای ملت صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. میرزا علی و دلبناز هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه اینترنت یتیم و به پرستاران ناحیه وخش. ما خود را هیچگاه یتیم و به پرستار احساس نمیکنیم، زیرا در سیمای شما پرستار و پدری غمخوار داریم. شما هر کجایی که سفر کنید در آغاز کار از حال یتیمان و به پرستاران خبر میگیرید. دل آنها را با سخنان گرم و پدرانه خود خرسند میسازید. نمیگذارید که ذره غم در دل آنها راه بیابد. هر کی خنداند یتیم خسته را باز یابد جنت در بسته را. ما کمک و غمخواری های شما را همه روزه مشاهده میکنیم. برای ما کتاب، لوازمات خانش و حتی لباس های توصیوی هر سال رایگان داده می شود که این البته از دستور و سفارش های شما برمی آید.
من آرزو دارم که بعد ختم مکتب اینترنت توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با یکی از مؤسسه‌های عالی کشور داخل شده آن را با موفقیت ختم نموده به خلق وطن خدمت نمایم و ما هیچگاه این نکی‌ها و توجه شما را فراموش نخواهیم کرد. تاکید کردن به مورد است که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله بهتر نمودن شرط و شرایط و امکانات تحصیل و زندگی چنین اشخاص را زیر توجه دائمی قرار داده است و پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در دایره هر یک سفر کاری خود به شهر نویه‌های کشور با یتیمان ملاقات انجام داده از حال و احوال آنها از نزدیک با خبر می‌گردند. من احمد و سفینه خواننده صنف 10A مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه کوشانیان باعث خوشنودی است که امروزها توجه و دستگیری های پیوسته و بی‌نظیر دولت و حکومت به خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به یتیمان و بی‌پرستاران نظررس ارزیابی گردیده با مقصد تأمین شرایط زندگی ارزنده رشد برکمال و صاحب علم و صاحب معرفت گردیدن ما یتیمان تمام شرایط‌های معاصر فراهم آورده شده است. ما منتداری خود را به سرور دولت بهر غمخواری به اندازه که نسبت ما نموده است میرسانیم. باعث افتخار است که در چنین وطن بهشت آسا زندگانی میکنیم. منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما یتیمان و نورسان کل را زیر توجه دائمی خود قرار داده همه جانبه غمخواری مینمایند. از غمخواری های این مرد نجیب ما روح و الهام تازه گرفته کوشش می‌نماییم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده صاحب معلومات گردیده و دولت و ملت خویش صادقانه خدمت نماییم. امروز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با ما یک صحبت خیلی صمیمی انجام دادند و ما را با آموزش علم‌های معاصر هدایت کردند. کوشش میکنیم که در اساس هدایت‌های این ابرمرد تاریخ تحصیل نموده پرچم بردار دولت و ملت خویش گردیم. در سالهای صاحب استقلالی برای باز هم بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیه و بود و باش یتیمان در مکتب اینترنت های شهر و ناحیه‌های مملکت و با جای کار تأمین شدن و شرفیاب گردیدن این قشر جامعه با زندگی ارزنده کارهای نظررس عملی گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت صمیمی با یتیمان آنها را برای استفاده پرثمر از شرایط و امکانیت‌هایی که حکومت مملکت برایشان در سمت از خود کردن دانش‌های زمانوی، تکنیک و تکنولوژی معاصر و مهمتر از همه دوست داشتن وطن عزیز مهیا کرده است هدایت نمودند. کودکان از ناحیه‌های وخش، کوشانیان، پنج و جیهون به پیشوای غمخوار ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و منتداری نموده وعده دادند که علم‌های معاصر را می‌آموزند و همچون دانشمند به وایه رسیده با احترام و ارجگذاری به ارزش‌های ملی در رشد و پیشرفت تاجیکستان آباد و صاحب استقلال سهم شایسته خود را می‌گذارند.